یکی از توصیه‌های رابرت کیوساکی این است که میگه توصیه من این است که دانش سرمایه‌گذاری را کسب کنید و یاد بگیرید چگونه از پولی که قرض میگیرید با عقلانیت استفاده کنید. و یکی از نصیحت‌های دارن هاردی در یکی از کتاب‌هاش که در آینده ویدیوی آن را میگیرم و میفرستم این است که میگوید میزان درآمد شما مثل ترموستات یک آبجرکن عمل میکند. به هر میزانی که ترموستات پیشرفت خود را روی یک درجه مشخص تنظیم کنید به همون اندازه پول ثروت وارد زندگی شما میشه. و یکی از راههایی که می توانید ترموستات پیشرفت خود را روی درجات بالاتر تنظیم کنید همین کتاب خواندن است. هیچ وقت کتاب خواندن را از دست ندهید.